بچه این بابامه، ایشون آبجی گلمه، مامان منو در اختیار ما نیست. بچه این بابای گلمه. من خیلی خوشبختم که این دو دختر گلو دارم بچه ها. اسمش بابا علیه. منم خیلی خوشبختم که مثل پول پشت بابایم که ازش پول بگیرم. بعد بچه ها یادتونه ویدیو منم مثل کو پشت دارم هیچ وقت تو زندگی زمین نخوریم. هم تو هم آجی. بعد بچه ها یادتونه که خب من گفتم اگر خب این اون موقع این ویدیو که اگه تا 2 میلیون فالوور جمع کنم و لایو بگیرم بهتون 3 تومان میدم و اگر جمع بشه این همه به 5 نفر از فالوورای گلم میدم. چقدر جالب. بعد از کجا میدی؟ از پول بابا. نه دروغ میگن دروغ میگن. بعد پول نمیدن. نجات بدم. خودم پول میدم بابا خودم. خب خدا من میخوام تو نجات بدم الان. بعد بچه ها اگر این پست 2 میلیونیشه بابا ما میرم به شما. نامد بدتر شد. بچه اگر این پست 3 میلیون فالوور جمع کنه و لایو بشه خب باید همتون به 1 تومان به بابا میدم. این خوبه این خوبه. بچه اگر این پست 100 میلیونی شه اصلا یه سال دارم. از شما دوتا یه سال دارم. سب کنید. اصلا این اکانتتون برای چیه؟ این کانالتون یوتیوب برای چی هستن؟ چیکارا توش انجام میدین؟ اصلا سرگرمی داستانی مسابقه‌ای رقصی فقط رقصیه. من اگه قسمتم دارم بهشون یه رقص. خب الان میشه برای من یه دونه اجرا کنیم ببینم آهنگ بذاریم. آجی با گوشیت. بچه‌ها ببینیم چیکار میکنن این دوتا وزه. من بزن. آره تو وزه. بچه ولی راست میگه من بزن بچه بودم همیشه بعضی موقع شیر میخورم شیر رو بالا میآوردم. تو نبودی آجیت بود. بچه ها اصلا میدونید اینجا اتاق خواب ماست. اینجا داخلش کلیپ اینا داشتم. من آره قول میدم براشون از این میکروفونای ضبط صوت این چیزا براشون بیارم. از این میکروفونای ما الان پشت درمون نوشیم ورود ممنوع. بعدن بابا نمونه گفتیم امضا کنم که اومدن اینجا ما دعواشون کردیم دیگه داغون برگشتن اونجا. حالا بذار آهنگ بذار برسیم. بذار میخوان یه رقص بان. شما ویدیوشون لایک میخوره؟ الان بابام اومد که